اگه تو زندگی واقعی میتونستی جای یه کاراکتر باشی توی نقشه‌ای که بازی کردی کدوم انتخاب می‌کردی؟ ظرفا همش مواد بزنی و خلاف ندارم، بعضی موقع هم توم میرم. آره. در اثر مصرف مواد شون دیگه. کارهایی که ما میکنیم میتونی بکنی؟ پس چی؟ یه کاری میکنم شما پا به کم پای می‌ری. ما میای؟ آره. نری عقب دود 15 بگی من دیگه. اینا پخش میشه واقعا. نه بابا. با سروش ساعت خیلی کار کردی. من تو همه کاراش بودم غیر آره. از جهان با من برقص. تو اون خوبه نبودی. حیوان مورد علاقه؟ گربه سالن. خوشت میاد به یکی محبت کنی ولی تحویلت نگیره؟ موزیک چی گوش میدی؟ مبتذل. با مزه ترین آیتمی که بازی کردی کدوم بود؟ سوالش سخت میپرسی، یادم میاد. برای من بگم کدوم بود؟ اون ماهواره بود میرقص. اون من نیستم، اون هوش مصنوعیه.